پسر اسلام کریموف سابق پرزیدنت ازبکستان را در روسیه پلیس با اتهام لطوکو به همسرش بازداشت کرده است. بنا به گزارش‌های رسانه‌های روسیه، پیوتر کریموف 16 مای سال 2023 از طرف پلیس شهر کراسنogorsk ولایت مسکو برای آن بازداشت شد که همسایه‌ها داد و فریاد همسر او یولیا سمتانکینا را شنیده به پلیس خبر دادند. به نوشته ایزوستیا حادثه در گلگشت پدماسکوی رخ داده است. همسایه‌ها جنجال عائلوی پیوتر و یولیا را شنیده برای خلاص کردن آنها 2 مرتبه پلیس را دعوت کردند. در دفعه دوم پلیس مجبور شده است که پیوتر کریموف را با خود ببرد. نوشته است این رسانه. بعدا تلگرام کانال 112 خبر داد که کارمندان حفظ حقوق کریموف را پس از پرسش حادثه جواب دادند، ولی کریموف بنا به گفته یولیا سمتانکینا غیب زده است. او از ناپدید شدن کریموف در تشویش بوده تلاش دارد که از غیب زدن شوهرش پلیس را در جریان گذارد. گفته می شود همسر پیوتر کریموف را بر اثر برداشتن جراحت‌های مثل آسیب دیدن شکم، جنبش مغزی و خونروی در بیمارستان بستری کردند. بنا به گفته یولیا مناقشه عائلوی زمانی سر زده است که کریموف سرخوش به خانه برگشته از یولیا طلب میکند تا او پول چپته هواپیما تا تاشکند و خرج مهمانخانه را پرداخت کند، ولی یولیا جواب رد میدهد. پس از آن کریموف به غضب آمده یولیا را متهم میکند که تو مرا غارت کرده ای و خانه را تگورو میکند تا مبلغ ضروری را پیدا کند. یولیا باشد صد رای کریموف میشود و در نتیجه زیر لطوکوب قرار میگیرد. پیوتر کریموف فرزند کلونه اسلام کریموف پرزیدنت نخستین ازبکستان بوده. سال 1969 از همسر اولش ناتالیا کوچما به دنیا آمده است. همان سال کریموف ناتالیا را طلاق داده از او جدا شد. ناتالیا کوچما سال 2008 در شهر تاشکند از دنیا گذشت. پسر 54 ساله کریموف پیوتر ختم کرده دانشکده خواجگی خلق شهر تاشکند بوده. چند سال در ساحه بانکی در ازبکستان کار فعالیت کرده. از سالهای 90 این جانب در روسیه زندگی میکند. اسلام کریموف از سال 1989 تا دم مرگش در سال 2016 رهبر اول ازبکستان بود و یکی از دیکتاتورهای بیرحمانه آسیای میانه به حساب میرفت.